خوش آمدید دوستان عزیز. در این ویدیو براتون نشان میدم که چه رقم میتونیم شیرد پرفرنس را استفاده کنیم در فلاتر و کاربرد از این است که ما میتونیم دیتای کوچک در دیوایس خود ذخیره کنیم، مثل یوزرنیم، پاسورد، سرور کی، دیگه سیتینگ هایی که مربوط به یوزر میشه او را میتونیم در دیوایس یوزر ثبت کنیم و هر باری که یوزر اپلیکیشن اثر از نو باز میکنه این دیتا لوکالی فچ میشه و اپلیکیشن طبق مایل یوزر برش کانفیگر میشه. خب بیاین ببینیم که چه رقم میتونیم این استفاده کنیم. اول میریم یک پروژکت جدید میسازیم. خب بعد از اینکه پروژکت ما جور شد میریم در قسمت پاپس پیک عمل و در اینجا میایم این کپی میکنیم و در قسمت بعد از کپریتین آیکون پیستش میکنیم و سیو میکنیم. این پکیج بر ما گیت میکنه و میتونیم حالا این کلوز کنیم و بریم در لیو فولدر و این قسمت تمام اگزامپل پاک کنیم. در اینجا یک استیجفول اپلیکیشن میسازیم، نامش میتیم لوکال استوریج اپ و این را همچنان در اینجا کپی میکنیم. در قسمت بالا امپورت میکنیم shared preference .dart. خب دی اپلیکیشن تصمیم دارم که یک تکست فیلد بسازم و ساده نام یوزر میتیم و او را لوکلی سیوش میکنیم و بعدا اپلیکیشن را ریستارت میکنیم و او را از لوکلی یا شیرد پرفرنس پس فچ کرده به یوزر نشان میدیم. خب به خاطر از اون من دو متد جور میکنم، یک متد به خاطر سیو و دیگه متد به خاطر لود. اول میتیم در اینجا فیوچر یک اینستنس در شیرد پرفرنس ما جور میکنیم. حالا از طریق ازی میتونیم دیتای ما را گت کنیم. خب در بالا یک وریبل همچنان جور میکنیم که دیتا را که اینجا فچ کردیم داخل از وریبل استور کنیم. اینجا جور میکنیم string saved name و در این قسمت نشته میکنیم saved name مساوی به prefs dot get string. میبینیم که ما ریکامندیشن نمیگیریم به خاطر get string و دلیلش این است که ما این را باید await استفاده کنیم. و حالا اگه بیایم اینجا نشته کنیم get string و داخل از این فقط نامی که ما را پس میکنیم که در اینجا یوزر نیم است، به هر نامی که را سیو میکنیم همون نام برش پس میکنیم. حالا ما یوزر نیم دادیم، همین یوزر نیم استفاده کرده همچنان در سیو متد خود سیو میکنیم. یک متد دیگه میسازیم به نام save name و در این قسمت set state remove میکنیم و به جای get string نشته میکنیم set string و set string دو دانه ولیو میخواه، یکیش کی است دیگهش ولیو. کیش پس میکنیم یوزر نیم به خاطر که جای یوزر نیم فچ کردیم و کاما میتیم ولیوش میتیم نیم و این نیم ما در این متد من حیث string قبول میکنیم و این همچنان باید await استفاده کنیم به خاطر که این هم باید منتظر باشه تا که دیتا را ثبت کنه لوکلی. بعدش کال میکنیم load name که دیتای ما رفرش شوه پس فچ شوه از لوکال استوریج. حالا این دو متد ما آماده است، فقط در بالا یک تکست فیلد میسازیم. حالا در پایین دیزاین ما را میسازیم. خب در بادی میتیم یک پادینگ. خب داخل از این کالم ما یک تکست فیلد میسازم و یک بتن. خب قسمی که میبینین در اینجا ما یک تکست فیلد ساختیم به خاطر گرفتن یوزر نیم و بعدش یک بتن است که آن پرس از این بتن ما دیتا را سیو میکنیم و همین متد سیو نیم که در بالا ساختیم او را کال میکنیم و تکست از این نیم کنترلر را برش پاس میکنیم. زمانی که این کال میشه یک اینستنس شیرد پرفرنس جور میکنیم، set string میکنیم، یوزر نیم کیش میتیم و هر نامی که در اینجا پاس شده بود همون نام برش میتیم. این ثبت میشه به لوکال استوریج ما. حالا در زیر از فقط یک تکست میسازم که امی دیتا یا نامی که در لوکال استوریج سیو شده اما را بر ما فچ کنه و در تکست نشان بده. در اینجا فقط چک میکنیم که saved name که امی وریبل است، اگر این نل نمی باشه او را نشان میتیم و اگر نل می باشه نشان میتیم no name saved yet و این saved name اگر یادتون باشه در load name فانکشن دیتایش فچ کردیم و بهش استور کردیم. خب حالا اپلیکیشن ما را سیو میکنیم و ما یک APK جور میکنم و این را در ریل دیوایس یا اندروید دیوایس ما وصل میکنم. در او APK را اینستال کرده به خاطر که این شیرد پرفرنس یا لوکال استوریج در دیباگ مود کار نمیده. هر بار که ما اپلیکیشن را ریستارت میکنیم تمام دیتایش ریموو میشه، به خاطر ما باید این را اینستال کنم APK ش. خب به خاطر از او اینجا میرم در ترمینال نشته میکنم flutter build apk -release. خب APK فایل ما جنریت شد و میریم در این قسمت APK ما کلیک میکنیم و این را رایت کلیک ریویل این اکسپلورر از جای را کپی میکنم و میرم داخل موبایلم داخل استوریج و در الارم این APK دیگر را دیلیت میکنم و در اینجا پیستش میکنم. حالا میریم در موبایل. خب حالا قسمی که شما میبینین اسکرین دیوایس میرم در فایل منیجر و در آل فایلز در اینجا میریم داخل الارم فولدر و این APK را اینستال میکنیم. خب اپلیکیشن ما اینستال شد. حالا این را اوپن میکنیم و میبینیم که دفعه اول نشته است no name saved yet. اینجا نشته میکنیم coding داری و کلیک میکنیم save name
حالا میبینیم saved name coding diary. حالا اپلیکیشن مکمل کلوز میکنم و دوباره میرم اپلیکیشن خود از اینجا اوپن میکنم. shared preference example و میبینیم که بازم نوشته است no name saved yet و مشکل از این است که ما در قسمت دوباره یاد ما رفت که load name متد در init state کال کنیم. خب حالا دوباره میریم اینجا یک init state میسازیم و load name ما را کال میکنیم. این را سیو میکنم و دوباره میرم امی یک APK جنریت میکنم. خب APK فایل ما جور شد. حالا میریم در قسمت و reveal explorer کاپیش میکنیم از اینجا و دیوایس ما را وصل میکنیم و از اینجا اوپنش میکنیم. میریم در الارم APK سابقه دیلیت میکنیم و از اینجا پیست میکنیم. حالا داخل دیوایس ما APK سابقه را از اینجا انستالش میکنیم و میریم داخل فایل منیجر all files internal storage alarm و ایره دوباره انستال میکنیم. خب این انستال میشه اوپنش میکنیم و حالا اگر نوشته میکنیم coding diary سیو میکنیم. نام سیو میشه و ایره میتونیم مکمل اپلیکیشن کلوز کنیم. دوباره اگر میریم اپلیکیشن خود از این قسمت اوپنش میکنیم میبینیم که کدینگ داری سیو است. همین قسم میتونیم هر دیتایی که کوچک باشه او را در دیوایس خود لوکلی استور کنیم و بعدا هر زمانی که اپلیکیشن کلوز میکنیم و دوباره اوپن میکنیم او دیتا را فچ کنیم. دیتای بزرگ نمیتونیم از این طریقه استور کنیم و نباید استور کنیم به خاطر که سایز اپلیکیشن ما بلند میره و همچنان پرفورمنس اپلیکیشن ما سلو میشه. خب این بود ویدیوی شیر پرفرنس و چه رقم میتونیم این استفاده کنیم. اگر کدام مشکل می داشته باشین فقط کامنت کنین ما براتون ریپلای میتونم و سابسکرایب و لایک یادتان نره. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.